دنیا برادرای عزیز اذیت میکشند. تمام دولت‌های دنیا حقیقتاً این مشکلات احساس کردیستند که زیرا که به این وبا یا به این درد ملک‌ها، دولت‌ها برادرای عزیز تیار نبودند یا آمادگی هم نداشتند، یا هیچ کس در نگاه و در نظرش این نبود که یک درد میاد که هر روز مقصد در بیمارخانه ها مقصد بیمار میارن و برای این قدر بیمار جای کردن، برای این قدر بیمار طبیب ها را آماده کردن، برای این تمام دنیا برادر عزیز تیاری و آمادگی نداشتند. از این لحاظ به هر حالم که باشد، ولی شکر خدای مهربان رو میکنیم که باز همون توصیه هاشون و همون دلالت هاشون هم هست، رقم هاشون هم هست که ما برای بیمار تبابت کردن چی ها کردن من در کار است. خلاص برادران عزیز و گرامی، من سخنی را که یا مصلحتی را که دادنی هستم این است که ما الحمدلله در این تاجیکستان 99% مردم این تاجیکستان ما مسلمان هستند و ما الحمدلله رب العالمین آن چیزی را که خدای مهربان میگوید، آن چیزی را که پیامبر نازنین او میگوید، ما بر بالای چشم هامان قبول داریم. شما گوش اندازین برادران عزیز و گرامی که خدای مهربان در قرآن انیخترش در سوره حدید در آیت 22 میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. خداوند فرمود که هر یک مصیبتی که بر بالای شما می آید، خواه برادرای عزیز قحطی می آید، خواه بیبارانی می آید، خواه تنگ دستی می آید، خواه مقصد بیماری می آید، خواه در روی زمین می آید، الله میگد خواه در جانهای شما می آید، همه اینها در کتابی که نام او لوح محفوظ هست اینها در کتاب ثبت شده. یعنی آن چیزی که می آید برادران عزیز و گرامی، ما یک چیز فراموش نکنیم که اون به اراده خدا نمی آید یا او به فرمایش الله هیچ وقت پایان نمی آید. زلیاز امروز این مشکلاتی را که یا این دردی را که گویم آمده است، این به اجازت خدا نمی شود، به اراده خدا نمی شود. زلیاز الله مهربان از این حال همه ما و شما آگاهی دارد. در این صورت برادران عزیز وقتی که این درد از نزد خودش باشد، این سختی با اراده او باشد، ما باید در برابر این چی ها کردن من در کاره؟ ما در برابر این برادرای عزیز یک چیز صبر میگن، صبر میگن و شکرگزاری میگن. برادرای عزیز و گرامی، کلمه صبر در قرآن 103 بار آمده است. 103 بار بینین واژه صبر در قرآن گوشزد شده است و بسیار گویم یک جای بهترین و خوبترینش برای ما این است که الله مهربان وقتی میگه این الله مع الصابرین، من همراه کسانی هستم که اونها در این مصیبت و در این مشکلات صبر وقت انتخاب میکنن. الله ربین در دیگر آیت چی میگه؟ این الله یحب الصابرین، خدای مهربان میگه من صابرها را دوست میدارم. برادرای عزیز و گرامی، خداوند در سوره در آیت دیگر میگه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کسانی که در هر سختی به سر اونها میارم وقتی که صبر میکنن اجر به حساب میتون. یعنی وقتی این مشکلات برادرای عزیز و گرامی، خواهرها و مادرای عزیز وقتی بالای ما که آمد، در عوض این باید که ما صبر داشته باشیم، ما باید طاقت داشته باشیم، ما باید در برابر این بیهودگویی نکنیم، ما در برابر این ناراضگی نکنیم، ما در برابر این بفهمی نکنیم، ما در برابر این به هر یک آوازه و به هر یک
سخنهای بیجا خواهرها و برادر عزیز داده نشوید. پیامبر گرامی میگه وقتی صحابه ها را دید، هم صحبتاش دید، چی گفت؟ گفت کیف اصبحتم؟ چخیل گفت روزگذرانی هاتون چخیل است؟ گفتن اصبحنا مؤمنین بالله. گفتن حضرت الحمدلله از همین نعمت دینداری و اسلامداری من الله را شکرگزاری میکنیم، مؤمن مسلمانیم. پیامبر گفت و ما علامت ایمانکم. گفت وقتی شما دعوای دین میکنین، دعوای اسلام میکنین، وقتی شما خداتون مقصد وقتی میپرسندان شما مسلمانین، میگین الحمدلله مسلمانین. گفت آیا میتونین از ایمانداری هاتون نشانه هاش گویین؟ ایمانداری و اسلامداری گو نشانه داره. نشانه ایمانداری شما چه است؟ برادرای عزیز اونا چی گفتن؟ گفتن نصبروا علی البلا، نشکروا علی الرخا، نرضا بالقضا. گفتن حضرت وقتی بالامون چی سختی بیاد صبر میکنیم. دو، هرگاهی که خدا یک شرایط خوب اگر فراهم آورد در او شکرگزاری میکنیم. و نرضا بالقضا، چیزی در تقدیر ما باشد در او راضی. پیامبر گرامی چی گفت؟ انتم مؤمنون حقا. گفت حقیقتا شما مؤمنهای کامل هستین. زین لحاظ خواهرها و مادرها، ما اگر از زمره مؤمنهای کامل شدنی اگر باشیم، ما باید در این لحظه گفتی پیامبر نازنین باید صبر داشته باشیم، باید شکرگزاری کنیم، باید به هر یک هنگامه ها هست اینجا در هر خیل آوازه های دروغ است. امروز میبینید چی سخنهای را بسیار برادرای عزیز به این چیزها داده نشوین. علاوه خصوص همین بسیارتر همین شبکه ها را میبینی، هر یک دروغ ها، هر یک مقصد سخنهای به اساس در رسانه هاشون مثال گفته میگذارن که مردم ما بسیارش با اونها دادن خیالی اونها که همین رسانه ها همه شکل دیگه حقیقت دارد. نه برادرای عزیز، حقیقت فقط سخن الله است، حقیقت سخن پیغمبر نازنین است که ما مثال در اینها حقیقت در اینجا است. حقیقت از او شبکه ها و از او مقصد کانال ها و از او گفته هایی که مثال بسیارشون یقین است که اونها غرض دارند، اونها بدبین هستند. در این خیل حالت برادرای عزیز و گرامی انسان باید هنگامه نکند. انسان باید که هر یک گونه مقصد مردم در تهلکه و در ترس ناندازد. پیامبر گرامی وقتی بیمار خبرگیری میرفت میدانست که وی هلاک میشود، لیکن چی میگفت؟ میگو از خدا امید است که ان شاء الله تو شفا مییابی. یعنی در این لحظه ها ما باید دلبرداری کنیم، در این لحظه ها باید در قوت یکدیگر بسیم، در این لحظه ها دست یکدیگر را بگیریم. این روزها برادرای عزیز و گرامی همین روزها هست. در یک آوازه ها و در هر یک هنگامه ها ماها باید برادرای عزیز داده نشویم. من یک قصه میارم، بعدا خدا خواهد با همین سخن من انجام میتم. میگه قصه هست به نام حضرت موسی و کشاورز. میگه بار حضرت موسی به الله مهربان مراجعت کرد، خدایا داری بنده ای را که دوستش بداری، داری بنده ای را که در پیش تو محبوبیت داشته باشد. الله مهربان به حضرت موسی اشاره کرد که به فلان صحرا میروی، در اونجا یک کشاورزی است، انمون کشاورز محبوب من است، انمون کشاورز نفری است که من او را دوست میدارم. حضرت موسی میگه وقتی به اون وادی آمد، کشاورز دید بیل در دستش زمین میگرداند. بعدا همین زمان میگه حضرت جبرائیل نازل شد و گفت موسی انمون بنده را که الله میگوید دوستش میدارم، محبوبیت دارد در پیش من، قیمت دارد، قدر دارد، انا همین بنده ای هست که امروز بیل در دستش زمین میگرداند و کشاورزی میکند، دهقانی میکند. حضرت موسی گفت این از کدام جهت این مرتبه و مقام و محبوبیت پیدا کرد؟ میگه جبرائیل گفت که الحال گفت یک دم صبر کن، حاضر الله مهربان بر بالاش یک آفت میارد، ببین که در برابر همون بلا این بنده خدا
چی عکس العمل نشان میدهد؟ یک زمانی میگه صبر کردن که این مرد کشاورز این مردی که بل میزد بلش در زمین ماند و در جاش نشست و در مناجات درآمد. گفت خدایا تا امروز تو چشم بینام داده بودی و بیناگی من دوست میداشتم. امروز که اکی دو چشم نابینا کردی که دیگر من پیش من نمیبینم، یعنی در زمان خدا بیناییش گرفت. گفت دیگر چشمام نمیبینه، مادام بینایی من که دوست میداشتم همین نابینا شدن من دوست میدارم، زیرا که تو دوست داشتی که یک زمان بینا بودم امروز نابینا باشم، همین دوست میدارم. حضرت موسی میگه نزدش آمد، فهمید که این بنده در مقام رضا ایستادگی. یعنی برادرها وقتی انسان در برابر مصیبتی که خداوند بالاش میاره وقتی رضاگیش اعلان میکند که خدایا تا دیروز صحت بودیم، سلامت بودیم، آسوده بودیم، امروز که همون صحتی رفت، امروز که همون آسودگی رفت، امروز که رنج آمد، در اینش هم خدای مهربان راضییم. چیزی که تو میخواهی ما در همون راضییم. این بنده هم همون سخنه گفت. این هم مقامی رضایت میگن. حضرت موسی گفت بنده خدا گفت من پیامبر هستم، من حضرت موسی هستم، اگر خواهی دعا میکنم، دعای پیامبرها اجابت میشوند. خداوند با همون بینایی که داشتی با برای تا عطاش کنه. میگه بنده گفت که حضرت موسی گفت آن چیزی را که خداوند برای من دوست داشت، آن چیزی را که خدای مهربان برای من عیب دید، من دوست نمیدارم آن چیزی را که خودم دوست بدارم. یعنی من رضا هستم در آن چیزی که الله من رضا هست. برادرای عزیز و گرامی، امروز هم عیناً ما در آن چیزی که الله مهربان رضا هست، در آن چیزی که خدای مهربان بر بالای ما که چگونه در آیت قرآن که آل من زمین ناآفریده، انسان ناآفریده، مصیبت را ناآفریده، الکی این روزها و این ساعتها را من در کتاب لوح محفوظ ثبت کرده بودم که این روزها را شما باید که ببینید. الله که در این راضی باشد ما هم باید راضگی مانه تیم. برادران عزیز و خواهران مهربان، در اخیر از خدای مهربان خواهان هستم که خداوند ما و شما را صبر تید، خداوند ما و شما را از نعمت شکرگزاریش نصیب گرداند. شما میدانید که حضرت ایوب وقتی بیمار شد، ببین چقدر سالهای درازه بیمار شد. ولی من درباره صبر انشاءالله برای شما یک موضوع خاص میکنم که درباره این قصه هایی که حضرت یونس و حضرت ایوب و اینها چه رنج ها کشیدن. و در قرآن در سوره انبیا آیت 83 چی گفت؟ و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. گفت خدایا گفت در من مشکلات آمد، در من درد آمد. یعنی مشکلات حضرت ایوب، خانه ها رفتن، مبلغاش رفتن، فرزنداش رفتن، زنها رفتن، تن صحتش رفت، لیکن در این هنگامه ها و در این تهلکه نافتید، بلکه گفت تو ارحم الراحمین هستی، انشاءالله تو غم بنده را میخوری. خدای مهربان گفت مرا از این حالتت خلاص گردان. امروز وظیفه ما هم دعا کردن است، وظیفه ما هم از الله مهربان خواهش کردن است که خداوند ما را از این مشکلاتش رها تیه. خدای مهربان همتون از بیماری نجات تیه و خداوند شما را هیچ وقت بیمارم نکنه و علاخصوص جمعی برادران ما چی در درون و چی در خارج و در هر جایی که باشین، خدا همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهبانتان باشد. و امروزها که روزی دستگیری هست، امروزها روزی دعای نیک هست. برادرای عزیز از اینها ما و شما استفاده بریم، زیرا از خدا امید است که این روزها هم میگذرند، ولی کردارهای نیکی ما و شما، سخنهای نیکی ما و شما انشاءالله باقی میماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.